و هروسا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته ولا تباغضوا هین کر بید خوش ایکدو نوگن، یعنی بلا نویان و عینات و کرب جیوبون و طول وگرن اوید تنی جیانا تدانه بن. یعنی کسی که بسرمان برای که تو عیجز کری خلط یک گر حتی غدرکل تکر همی گفتو کسی که لی برده به و نویان و عینات نیخد لی خدا برانبر بروید خوید بسرمان نخواست ما گل جارو ام دیبین اف عینات و نویانه یا خیزان دا پیدا بوی خیزان دا یا پیدا بوی. یعنی تو دیبینی دیکو کچ همی گفت شرنگلی قرباب خیشکو برا همی گفت شروانت مال دا و کرب و عینات اکا مازن یا کفتیت ما بین وانو دا و هنیا خلطه. پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوته ولا تباغضوا هین نویان الدفخو پیدا نکن و کرب و عینات الدفخو پیدا نکن، بل کدویتن تو کسک بی اگر برای که تی بسرمان خلط یک کر تو عفو که بر خود تعالی و اگر تجی خلط یک بران بر کسکی کر بچی دا خازلی برنی بکی دا اوجی عینات التنا را کردن. اما اگر هر کسی که هزار طول وکر نکر و کر بید خوش ایکو دو وکرن و خوش ایکو دو عیجز کر بگفت که اوهانی دی بیت سبب تفرقه و سبب نخوشیات مالی ده و هر وصا غیری مالی جی.